حکمت از بزرگان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. حمد و ثنا الله یک و یگانه را و درود و سلام و صلوات به پیامبر و به آل و اصحابشان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله بر او میگویند: من علم ان للکلام ثواب و عقاب قل کلامه الا فیما یعنیه. یعنی کسی که دانست در هر سخن یا ثواب است یا عقاب، وی کم سخن است و تنها در وقتهای لازمه سخن میگوید. بله دوستان، هر سخنی که ما میگوییم از زبان ما میبراید، به این یا ثواب نوشته می شود یا عقاب، یعنی یا در این سخن ثواب و اجر است یا در این سخن عقاب و عذاب و پرسش در روز قیامت است. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند: فلیقل خیرا او لیصمت. یعنی سخن خیر بگو یا که ساکت باش، سکوت را اختیار کن اگر خیر گفتن نتوانی، چون روز قیامت از هر سخنی که از زبان ما میبراید سوال و جواب کرده میشویم. پس دوستان عزیز، شخصانی که این را درک میکنند، چون این شخصان به گفته عمر ابن عبدالعزیز کم سخن میباشند، بسیار سخن نمیگویند و از آن میهراسند که مبادا این سخنشان گناه نباشد. و آن شخصان تنها در وقتهای لازمه سخن میگویند. پس درس عبرت از این گفته ها این است که پیش از گفتن، پیش از سخن کردن، ما باید یک بار فکر کنیم که در این سخنی که من میگویم ثواب است یا که عقاب است. اگر ثواب باشد آن را بگوییم و اگر عقاب و عذاب باشد از آن دست کشیم و زبان را با سخنهای نیک گفتن، با ذکر و یاد الله کردن مشغول کنیم، وگرنه این زبان ما را به دوزخ برده میرساند، چون اکثر گناهان وابسته به زبان است. ببینید، یکی از گناهانی کبیره غیبت، دیگری تهمت، دیگری دشنام و حقارت، دیگری دروغ گفتن، وعده دادن، وعده خلافی کردن. پس دوستان، زبان را از این گناهان پاک و منزه نگاه داریم، چون سخنهایی که با واسطه این زبان گفته می شوند ما را یا به بهشت یا به دوزخ برده می رساند. این بود پایان موضوع امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.